الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران اهل توحید، بنده ابو اسماء هستم. چه که همه شما آگاه هستین از صحبتی که من با سهراب عادلیان داشتم در افیر خود سهراب عادلیان که همه شما گوش دادین. 11 دقیقه که ما صحبت کردیم با سهراب عادلیان. البته از کلمه بازی در مد اول از کلمه بازی این انسان هر یک شما آگاه هستین، دیدین که چقدر کلمه بازی میکند. اما این صفت از اهل بدعت است. این صفت این در یکی ما در یعنی اولین بار نشده است که این حالت رو میبینیم، بلکه ما تمام اهل بدعتی که تو به امروز با چی طالب علمان اهل سنت، چی با شیخ ابو محمد المدنی حفظه الله، با شیخ ابو حلیمه، شیخ ابو عبدالرحمن، شیخ حنیف و دیگر از طالب علمان که بحث مناظره کنن، صفت اونا است که کلمه بازی میکنن. کلمه بازی به خاطر چیه؟ به خاطر که در همین قسمت یک غوغا میکنن و اصل موضوع را ترک میکنن و دلیل کرده میپرتن. اما بالعموم ما چگونه که شما صحبت و نظر کردین، وقتی که سهراب عادلیان میگوید که در مسئله شیخ الاسلام، وقتی من محمد ابن عبدالوهاب رو شیخ الاسلام گفتم و ابن تیمیه گفتم، میگه که تو یعنی گویا که من محمد ابن عبدالوهاب رو بالا از ابن تیمیه رحمه الله دانستم. به خاطر چی؟ به خاطر گویا من شیخ الاسلام نگفتم. اینجا هم یک کلمه بازی این انسان رو نشان داد. کلمه بازی این انسان رو نشان داد که یعنی میخواست که در اینجا غوا کند. اما اینجا هم ما هم مردی را نشان دادیم. این صفت ما صفت مردگری اهل توحید است. ما الان قبول کردیم که ما مال شیخ الاسلام نگفتیم، میگیم ما هر دوش شیخ الاسلام میگیم، رحمهم اللهش میگیم. و علم شیخ الاسلام ابن تیمیه را، بله شیخ الاسلام ابن تیمیه علمشون بالاتر از شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب گفتیم، بیان کرده گذاشتیم. و یک نکته دیگر که وقتی که من قول محمد ابن عبدالوهاب را در رساله معنی الطاغوت خواندم، اما وقتی که من خواندم اعلم رحمك الله تعالى ان اول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والدليل قوله تعالى. انا منجاش قول شیخ الاسلام است، خوب پر راضی خواندم. و در اونجا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آوردگی نیست نویسنده، بلکه و دلیل قوله تعالی ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همین آیت را آوردگی هستند. انا من گناه است قول. وقتی که من پیش از آیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتم، انا من انسان بازم یک کلمه بازی را اینجا نشان داد که یعنی گویا با من تهمت زد. گویا من گفتم که زمانی که شما این برادران اهل توحید ما یک آیت رو خواندنی شیم، چی میگیم؟ وقتی که میگیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتیم، این دلالت نمیکند که ما گفته باشیم که الله پناه میبرد از شیطان. ما این گونه معنی داد نمیکنیم، بلکه الله سبحانه و تعالی در دیگر آیات برای ما میفرماید که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. زمانی که شما قرائت میکنین قرآن، پناه ببرین به الله از شیطان الرجیم. این است ما هر گاه آیت بخونیم الله سبحانه و تعالی میفرماید، میگیم یک آیت رو خوندنی میشیم، میخوایم که یک سخن الله را بگیم در یک مسئله دلیل، مثلا همچون دلیل یک آیت رو ذکر کردنی میشویم در مسئله حکم عرق حرام بودنش. یک انسان برای ما یک سوال میکند عرق چیست؟ ما میگیم عرق حکمش حرام است، چگونه که الله سبحانه و تعالی فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیش از قرائت کردن قرآن پناه میبرم به الله از شیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اینا چی مشکل است اینجا؟ هیچ مشکل نیست، ولی مشکل اساسی در این اهل بدعت است که کلمه بازی میکنن. و سری من همین تهمت زد که تو گفته استی که الله پناه میبرد به نفسش، پناه میبرد از شیطان. این الله سبحانه و تعالی برای ما امر کرده قرآن که هرگاه شما قرآن میخونین پناه ببرین به الله از شیطان رجیم. اینجا هیچ اشکال نیست، هیچ مشکل نیست.
من خواستم که همین چیز بیان بکنم، خواستم بگم که الله در دیگر آیات قرآن میفرماید برای ما که زمان شما قرآن میخونیم پناه ببرین بالا از شیطان رجیم. من همین خواستم بیان بکنم که ولی این خوبسای کلمه بازی اهل بدعت غلاغوله را که شروع کردم گفتم بیا مالش بیا ما اصل موضوع دا بدریم، بیا اصل موضوع دا بدریم، داخل شیم اصل موضوع چی لازم اینجا ما کش و کش میکنیم. و مسئله دیگر که در قول شیخ الاسلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نیست. این انسان به ما گفت که قول یک عالم میخونی قوش نکن. انا ببینید که کلمه بازی را ما زمان در قول یک عالم خیانت میکنیم، قوش میکنیم که یک چیزی که عالم نگفته سر عالم تهمتش میزنیم. مثلا یک کلمه ای که مثلا شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب اگر اونجا گفته باشد که اونجا گفته است که چهارمین سر طاغوت الذی حکم بغیر ما انزل الله، چهارمین سر طاغوت این کسانی که حکم بغیر ما انزل الله میکنن. ما اگر اونجا بگیم که شیخ الاسلام نگفته این چیزا، انا این در سر قول شیخ الاسلام در بالای قول شیخ الاسلام تهمت شد، ما خیانت کردیم، تهمت کردیم، این تهمت شد. یا اینکه قول شیخ الاسلام یک قسمتش برسونیم قسمت دیگرش نرسونیم، انا این خیانت شد در قول عالم. در قول عالم انا اینجا خیانت شد. مثل که امروز خود سهراب عادلیان خیانت میکنه در قول علما. خیانتکاری وای چی است که بعضی قولهایشون که در اصل دین است، قولهای اصل دین نمیرسوند، خیانت میکند، پنهان میکند و قولهای قسمت دیگر که در مسئله اسماء و صفات است اینا را میرسوند. انا خیانت اصلی را ما نمیکنیم، خیانت اصلی را خوبسا میکنند، این خود سهراب عادلیان میکنند. من کجا خیانت کردم در قول شیخ الاسلام؟ من همون قدر که پیش از آیت خوردم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتم، ما امر الله را بجا آوردم که الله گفت زمان شما آیت میخونید فاستعیذ بالله من الشیطان الرجیم. من ایرا پیش از آیت خوندن من خودم پناه بردم به الله از شیطان الرجیم پیش از آیت خوندن هر کجایی که آیت اومد. اما بالعموم همین ما قبول کردیم، ما همین هم قبول کردیم که قبول است، قبول است، قوش نمیکنیم. همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه آوردن نویسنده ما هم قوش نمیکنیم، تمام نمیگیم، بریم نکل لیج بیا در اصل موضوع داخل شیم، بیا اصل قضیه را داخل شیم. اصل قضیه ما چی است؟ آیا اعتقاد شیخ الاسلام چگونه است؟ قبول است؟ قبول است در نزد. پس اینجا میگه که اعلم رحمك الله تعالی ان اول ما فرض الله على ابن ادم الكفر بالطاغوت والايمان بالله. اولین فرض الله بالای تمام بنی آدم کفر بالطاغوت و ایمان به الله است. انا اینجا چی میگه شما چرا وقتی که من گفتم که سوال کردم که آیا یک انسان میتواند که نماز برپا دارد، زکات بدهد، حج بکند، خیر صدقات کند ولی توحید کفر به طاغوت نداند چی است، نداشته باشد، اعمالش قبول میشود و این انسان مسلمان حساب میشود؟ جواب ببینه به من چی جواب میگردونه؟ شما به خاطر یعنی استفاده بردن آمدین یا که به خاطر با من بحث و مناظره کردن دیگر؟ من گفتم میخواید اصل بفهمید. اصل این است، اصل همین است که من میخوام بفهمم که به خاطر چی شما کتمان حق میکنین، حق برای مردم بیان نمیکنین؟ به خاطر چی شما اصل دین مونده است، اصلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال به همین اصل دعوت کردند، تمام رسولان علیه الصلاة و السلام به همین دعوت کردند. الله شرط گذاشت که زمان ایمان تو قبول میشود که کفر به طاغوت داشته باشی، طاغوت را تکفیر بکنی، انا این زمان قبول میکنیم، نه نماز، نه روزه، نه زکات، نه حج. همین آیات رو من همش رسوندم، همین آیاتی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. تمام اعمالت حبط میشد مجرد یک شرک به الله سبحانه و تعالی آوردن. کفر به طاغوت نفهمیدن زید توحید شرک است. رکن یکمی توحید کفر به طاغوت است، طاغوت ندانستن. شما برادرای اهل توحید اهمیت بتین کسانی که آمده از ما ادعا میکنن که شما رد میزنی این کسا را ولی نمیرید در افیراشون قدشون صحبت بکنی. ما ببینید که چه مرد بر این رفتیم صحبت کردیم، مرد بر این افیر همین انسان رفتیم. خدمالش خود که حق نمیگه چی به نگذاشت که ما بیان بکنم؟ چی به وقتی که من گفتم که یکی از ویروسی خطرناکترین امروز این طاغوتی است که الذی حکم بغیر ما انزل الله است، که کسی که حکم بغیر ما انزل الله میکند که مردم، بسیاری مردم گرفتار هستند به همین کفر، به همین ویروس گرفتار هستند که اینمی الله سبحانه و تعالی کسانی که میروند به همین کفر مرتکب میشوند
الله ایمانشون نفی کرد، گفت ایمان ندارن این انسان ها. کسی مراجعت به این طاغوت میکنه، طاغوت تکفیر میکنه. به خاطر چی؟ مایلش خیر، خودش که نگفت، چی به مرا دلیل کرد، چی به صدای مرا زد وقتی آیت خوندم او دلیلتون کرد. ولی من زبط اکران کرده هستم، هست با درون کامنترش داخل شدم، نوشتم چرا او دلیل میکنی، از الله نمیترسی، چرا حق کتمان میکنی. و انا ای از حق خواهی اهل توحید، حق خواهی ما که انمون الله سبحانه و تعالی امری که برای ما کرد، انمون امر ما بجا میرم، تاکیدی که برای ما کرد، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. انو قول سدید این توحید است، لا اله الا الله است، کفر بالطاغوت است. ما میگیم یعنی ما هستیم مرد که در مقابل نه قوم گفتیم، نه پدر مادر، کسی که کفر شرک در مرتکب شد گفتیم شد کفر است، شرک است، کافر است، مشرک است، توبه بکن. ایمان انت زمانی قبول می شود که همین امر الله را با جا بیاری. مایلش بالعموم دعوت هم اگر به سوی توحید نکنه، ولی به خاطر چی کفر را منتشر کرده است در بین مردم. مایلش این قدرت داره که فقه درس کنه، قدرت داره که اسماء و صفات درس کنه، کتاب ابن تیمیه را در مسائل اسماء و صفات درس بکنه. مایلش اینه. ما میگیم که خیلی این قسمت که دعوت نکرد، این قسمت کم کمکی سوالش کردن جواب داد، یا اینکه چرا کفر را منتشر میکنه. پیش از من از طالب علمانی که اینجا هستن، از شیخ ابو عبدالرحمن و شیخ ابو حلیمه خواهش میکنم که من یک مسئله را برایشون بیان میکنم. موضوع اینجا پیش از من صوتش هسته، من هم صوت میگذارم. شما می خبیثی، این زندقی، این نصرت دهنده کفار و مشرکین یک ردش بزنید که این زندق میگد که پیش از من یک نفر دیگر برآمد سوالش کرد، میگد که سوال همین گونه است استاد که یک نفر بچه خاله من از با فلان استاتیو در ترمه بود در امو روسیه، وقتی که برآمد از ترمه 5 سال گشتک، نمازخوان بود، نمازش سر کرد، نماز خواندک و کنترکت بست با همون روسا، کنترکت بست که جنگ می رود، کنترکت بست، در همون کنترکت که بستگیش رفت جنگ کرد، از زیر بیرق کفار مرد، در همون کنترکت که بستگیش رفت جنگ کرد مرد هم ایسان. آیا ما می توانیم که همین خاله بچه همون ما بگیم که الله رحمتش کند، در حقش دعا کنیم؟ این زندقی خبیث میگه ما امید داریم نمازخوان که بود، امید داریم که الله رحمتش کرده، رحمتش میکنه، امید داریم که در حقش دعا کنیم میشود. میگه اعوذ بالله. این نصرت دهنده کفار و مشرکین ببینید، خود که دعوت نمیکند به توحید، به حق دعوت نمیکند، بالای این بوق نصرت میتید کفر شرک. من از این طالب علم اینجا خواهش میکنم الله استغفر این مسئله را یک رد بزنید، این خبیث زندقی نصرت دهنده کفار و مشرکین. و من به خاطر چی برآمدم این مسئله را، مسئله که من صحبت با این انسان کردم، با کمتر شرط داده واضح کردم، به خاطر که بعضی از انسان‌هایی که ما را آمده شاگردهای همین انسان، یا اینکه طرفدارای همین انسان آمده ما را میگن شما نمیره، انا ما رفتیم. یادتون باشد یکی از شاگردای محمد انصاری آمده بود که شما نمیره، ما میریم. اینش از محمد انصاری چی کمی داره؟ یک جهمی تپه تیار، این یک جهمی دیگر مرد نیستن با ما بحث کنن، حق نمیخوان، کتمان کننده حقن. این مردم شما کنسا بفهمین، به عباره روسی کنسا بفهمین، شما آخر بفهمین که اینو حق خواه نیستن، اینو کتمان کننده حق هستن. اینو نمیخوان که شما حق بفهمین، نمیخوان که شما تطبیق دین الله، شریعت الله سبحانه و تعالی کنید، نمیخوان همین چیزا. اگر میخواستن میموندن مرا که من گپ میزدم همین حکم بغیر منظر الله. این یک مسئله دیگر، اگر اینو حق میخواستن، اگر خود همین سهراب عادلان میخواست که همین حق آشکار شود، این خبیث از گروه تلگرامیش همین قسمت بریدن نمیپرتافت. ببینید خباثت اینا رو. به وقتی که من سوال کردم، مرا در قسمتی که گویا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتم که شیخ الاسلام ابن تیمیه و شیخ الاسلام نفتن این قسمتش ماند است، زنادقه را ببین، این زندقی اینا را ببین که قسمتی که من درباره کفر بالطاغوت گپ زدم سوالش کردم، نجس از گلوکش قبیدم، ایجا برید است، پرتافت است. آیا این کتمان کردن حق نیست؟ این قسم به الله تک تک شما شاهد بودین، این حق بیان بکنین به خاطر الله سبحانه و تعالی. هر کسی همینجا هست در کمیته رو بنویسید، آیا همین کتمان کردن حق نیست؟ مرا او دلیل کرده این یک کتمانش، یک بجا کردن حقش. آیا بعد اینکه بریدن صوت
جایی که مرا گویا مرا قپیده است، گویا کلمه بازی کرده است که ما ایجا مانده است که در همین جرم والله اگر همین بیاید قسم به الله همین سهراب عادلان بیاید من اینجا طالب علمی هستم والله بالله تعالی من لایق نمیدونم که به همین جمعی بحث مناظره کنن. من لایق نمیدونم شیخ ابو عبدالرحمن، شیخ ابو حلیمه، شیخ حنیف دیگر از طالب علمی رو لایق نمیدونم که با همین انسان بحث کنن. بیا والله در کلمه بازیش هم قطعی بحث مناظره میکنه. لیکن کاملا ما عدل قطعی بیاد 5 منوت وای صحبت نکرد 5 منوت من این با عباره برادرای افغانی که میگن چالش مرا این گوش کننده ها و پیروان سهراب عادلان برسونه به سهراب عادلان. بیا مرد بر این اینجا صحبت بکنیم. قسم به الله از جهتی همین خواندن همین آیت هم بیاید بحث میکنیم که من کجا آیا من درست خواندم نادرست خوندم، آیا من خیانت کردم در قول شیخ الاسلام، و از جهت کفر به طاغوت هم در اصل دینم بیاد بسم الله بیاد 5 منوت و 5 منوت قسم به الله یک صداش نمیزنه. بیاد اینجا بحث مناظره کنیم. حق خواه باشی بیا حق آشکار کن. ما رفتیم کاملتی تا ما رفتیم محفلی تا که خباثت آشکار کردی، طاغوت پرست بدن تا آشکار کردی، سگ طاغوت بدن تا آشکار کردی، ما رو نموندی صحبت بکنیم. این است مردیگری ما حق خواه بدن ما این است که ما میخوایم حق آشکار شود. ما در ما تا دشنامت نکردم، من تا یگون گپی سختم نگفتم. من از تو فقط باعث سوال کننده بر ما سوال کردم که مشکل چی است که همین تو دعوت نمیکنیم. مشکل در چیست که تو فقط در مسائل فروع دعوت بکنی، سوال جوابات هست مالش اسماء و صفات درس میکنی. خب مشکل چی است که همین کفر به طاغوت که این قدر دعواتت کردی به کفر به طاغوت به هیچ همین گوش کننده فایده نداره. همین قدر کسایی تو گوش میکنن کفر به طاغوت نداشته باشن، کفر به طاغوت نفهمن، فایده نیست. مشکل چی است که تو همین دعوت نمیکنی؟ مشکل همین است که مرا دلیل کرد خبیث کثیف بیناموس الله لعنت کنه کتمان کننده حق. الله شما خور کنه که دین الله رو همیشه کردین شما کتمان کردین. ولی نه مقابل هر شما باطل یک شعر هسته، مقابل تک شما اهل بدعت کسایی که حق پنهان میکنه کتمان حق میکنه هستن طالب علمای حق و به مانند شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله، شیخ ابو حلیمه، شیخ ابو عبدالرحمن، شیخ حنیف دیگر از طالب علمان هستن که مقابل شما هستن که حق بیان میکنن. شما را الله لعنت کرده ان الذين يكتمون ما انزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. شمایی که چیزی که آشکار بود واضح بود الله در قرآن آشکار واضح برای مردم بیان کرد در کتاب که این حق است باطل است، همین گونه تو مسلمان میشی، همین گونه ایمان قبول میشد، شما اومده اینا کتمان کردین، پنهان کردین. الله سبحانه و تعالی شما را لعنت کرده و تمام لعنت کنندگان لعنتون کرده. تمام لعنت کنندگان شما را لعنت کرده به سببی که حق کتمان کرد. فرق بین سهراب و حاجی میرزا در چیه؟ هیچ. حاجی میرزا هم یک کفر پنهان میکنه، یک سخن حق الله را پنهان میکنه، این هم همین پنهان میکنه. حاجی میرزا هم میگه بیا دموکرات کار کنین، بیا ملیسا شین، بیا سود شین. سهراب عادلان هم همین گپ میگه. سهراب هم میگه کسایی که میرن جنگ میکنن از زیر بیرق کفار امیدوارم که الله رحمتشون کنه و درشون دعا میکنه. در حالی که الله سبحانه و تعالی میگه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. کافر میشه و کسی که در راه طاغوت قتال میکنه. باید ایمان آورده در راه الله جنگ کنه نه در راه طاغوت. و این کسی میره در راه طاغوت جنگ میکنه کافر از کافر میشود. این از یک جهتی که کفر به طاغوت نداشته رفته است اونجا، ولی کفر به طاغوت داشت و با رفت با که کافر میشود ایمانش تمام شکست. چی خیلی از کجا گپ میزنی؟ لیکن این دلالت میکنه که کتمان کننده حق است، نصرت دهنده کفار و مشرکین است. سهراب عادلان از الله بترس، قسم به الله از الله بترس، نکن حق کتمان نکن. این قدر مردمی که تیا گوش میکنن اینا رو تو از پس نگید دست به دست کرده به جهنم نبر، حق بیان بکن. و زمانی نزد الله سبحانه و تعالی توبهت قبول میشود که همین حقی که کتمان کرده تو برای مردم بیان بکنی. همین اصل ایمانی که مسلمان شوی انسان در آنمون است. الله همون زمان ایمان انسان قبول میکند. کفر به طاغوت است، بجا آوردن کفر به طاغوت است، ملت ابراهیم است.
زمان الله سبحانه و تعالی تو قبول میکنه میبخشه که انا مینا بیان بکنی. این الله سبحانه و تعالی خود بیان کرد الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحیم. مگر کسایی که در همین قسمتی که کسای حق کتمان کرده بودن برای مردم شرک حلال دانستن، شرک کفر گفتن که ها طغری است، مثل سهراب عادلان گفت که الله رحمت کنه، دعا میکنه در حقش امید داره. مثل سهراب عادلان که کتمان میکند اصل دین، اصل ایمان، حق الله را کتمان میکند، حق الله را کتمان میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرک به شیئا، که این حق الله است. این خبیث پنهان کاری است که رسول الله گفتند که ای معاذ حق الله بالای بندگان همین است که الله را یگانه عبادت کنی، با الله یگان چیز شریک قرار ندی. این حق الله بالای بندگان است. یک از حق الله را بجا نیارد پس چیکار می‌کند؟ الله را دشنام می‌کند، چگونه که در حدیث قدسی الله سبحانه و تعالی میگه بندگان یا مرا دشنام می‌کنند که من با ما شرک می‌آورند. شرک در حکم من همین باز با ساده کرده بات بیان کردم که یکی از ویروسی خطرناکترین، کفری خطرناکترین، شرکی که خطرناک است که به الله سبحانه و تعالی میرن، یعنی همین طاغوت است. چرا من همین بیان کردم که صدای من را زدی، من را دلیل کردی؟ چی است پریچینش؟ چی است پریچینش؟ همین است که پریچین یعنی سببش چی است؟ سببش همین است که تو کتمان حق میکنی، نمیخوای حق مردم بفهمند. همین است که توبه ایت زمان قبول میشد که الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحیم. امام احمد همین آیات رو دلیل میگیرن، از امام احمد سوال میکنن که توبه یک عالمی که حق پنهان کرد، کتمان کرد، چگونه قبول میشود؟ چگونه باید باشد؟ زمانی قبول میشد، زمانی باید توبهش نزد الله قبول میشد که همون چیزی را کتمان کرده برای مردم بگه که ای مردم من کافر بودم، من به سوی کفر دعوت میکردم، من حق کتمان میکردم، کفر به طاغوت اصل دین است، ملت ابراهیم است، تمام رسولان علیه الصلاه و السلام به همین دعوت کردن. انسان به همین کفر به طاغوت مسلمان میشود. یعنی من کتمان کرده بودم، من میگردم، من توبه میکنم، انا حق این است. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحیم. و بعداً که تو رجوع به الله سبحانه و تعالی، الله توبه پذیر و مهربان است. انا میرا قد توبه قبول است. انا این بد مسئله که من در این صحبتی که با سهراب کردم بیان کردم که این قدر خباثت انسان به اندازه هست که کتمان کننده حق این قدر خیانتکار در دین الله است. خیانتکار ما هستیم که این انسان، ما در یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پیش از آیت خواندن امر الله را به جا آوردیم. همین پیش از آیت خوندن گفتیم آیا ما حق کتمان کردیم؟ آیا ما سر علما تهمت زدیم؟ آیا ما سر شیخ الاسلام تهمت زدیم؟ یا که این خوبسا سر الله تهمت زدیم؟ آشکار و واضح سر الله تهمت زدیم، حق الله را بجا نآورده، حق الله را کتمان کردیم، پایمال کردیم حق الله را. این چی می شود؟ یک بار کسانی که انا اکنون کسانی که پیروی از سهراب عادلیان میکنید، کسانی که گوش کننده درسای سهراب عادلیان هستید، هر یکی شما همونجا گوش داشته، بعد اینکه من در کمیتریا نوشتم چرا مرا دلیل کردی؟ من که تو دشنامت نکردم، من که حتی سوال کردم، چرا حق پنهان میکنی؟ یک کسانی که شما کور خداتون با کوری میدازین، چشماتون با کوری میدازین، گوشاتون با کری میدازین، یک گوش کننده ها و پیروی سهراب عادلیان، از الله بترسین. از الله بترسین که و یوم یعض الظالم علی یدیه، در اون روز که دستاتون در روز قیامت میزنین، افسوس میگین که راه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش نگرفتین. افسوس میگین که یک فلانی را دوست گرفتین که شما را به سوی جهنم برد، که هم فلان سهراب عادلیان شد که شما را به سوی جهنم برد. افسوس. من آمدم گپ زدم، بیان کردم، مرا دلیل کرد، بازم شما هم کتمان کنین. اگر چشماتون پوشین، اگر شما گوشاتون به کریب دادین، اعوذ بالله، حالت شما هم کو از سهراب عادلیان فرق نمیکنه. یعنی خطابی من به شما است که پیروان سهراب عادلیان، گوش کننده های سهراب عادلیان، از سهراب سوال بکنید برای چی همون احمد او دلیل کردین؟ من اونجا به نام احمد برآمده بودم، برای چی او دلیل کردی؟ برای چی و دلیل خونده ای ثابت که انسان مسلمان نمیشود مگر با کفر بالطاغوت؟ واعلم ان الانسان لا يصير المؤمنا بالله الا بالكفر بالطاغوت. انسان مؤمن نمیشود به الله سبحانه و تعالی مگر با کفر بالطاغوت. و دلیل قوله تعالی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. همین ما خوندم اونجا، برای همین خبیث همینجا ما خوندم که ایمان انسان قبول نمیشود مگر با کفر بالطاغوت. دلیلش سوره بقره 156.
همین خوندم چی به بیان نمیکنه برای مردم. ببرین از الله بترسین، از سهراب سوال کنین چرا سهراب کفر به طاغوت دعوت نمیده، چرا سهراب فقه آزاد спокойно айфону در پیش، تلفنو در پیش، خشرو شیمکاسونش توگا کردگی پوشیدگی شیشتگی در بالای کرسلو چی با نمیبراید حق الله را برای مردم برسونه. شما اونجا чувствовать کردین که من چقدر غضب کردم بالای انسان، چقدر مرا دردم آمده است که این خوباسا دین الله را آورده خور کردین. الله لعنتشون کنه، الله خور بکنه این کثیفا را که استفاده میبرن مردم ها. مسلمانایی که کسایی که کوشش کرده ایستن، حرکت کرده ایستن که در دین الله یا خدمت شما رسه، این خوباسا آمدن اینا را استفاده بوده، دین الله را استفاده بودیستن. الله لعنت کنه شما را. یکی دیگر است که با مانند فهم عقیده خبیث بیناموس همین گونه همینا دین الله را استفاده بوده، خیانت کردن در دین الله. ما را درد میاد که این قدر این مردم اینا استفاده میبرن، این خبیثای بیناموس، این دین فروش ها. الله لعنت کنه. انا من نه با سخنای شیخ ابو عبدالرحمن میام، والله من نه با سخنای شیخ ابو عبدالرحمن میام که این شیخ ابو عبدالرحمن چقدر درد داشتن زمانی که در ایمان شیخ ابو عبدالرحمن این بیناموسا را این قدر میزد، چون این دین فروش های اوزیلی خبیث این قدر میزد، چون ما تعجب میموندیم. ولی انا اکنون من دستم میبردم میگم شیخ ابو عبدالرحمن درد شما را من فهمیده استم که این دین فروش های این قدر دین الله فروخته، قدر کتمان حق میکنه. الله خورتون کنه شما نفس پرست هستین، والله شما به خاطر نفستون برآمدن اونجا گپ زده استین، به خاطر نفستون است. والله قسم اگر به خاطر نفس نباشه، اگر رضایت الله را بخوای چه به حق الله را نمیگی. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در طائف رفتن دعوت کردن، سانسور نکردن پیامبر برای چی؟ آیا پیامبر کتمان حق کرد؟ آیا گفت برای همونا که مالش خشم اینجا این قسمت بگیر این قسمت نگیر، یا که گفت قولوا لا اله الا الله؟ کدومش گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ ابن جبل به طرف یمن روان کرد، چی گفت؟ انک ستاتی قوما اهل الكتاب فاذا جئتم فادعوهم الى يشهدوا لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. معاذ گفت جای میری که به طرف یمن تو اولین چیزی که دعوت میکنی این لا اله الا الله محمد رسول الله باشد. نماز نه، روزه نه، زکات نه، حج نه، خیر صدقه نه، اولین چیز لا اله الا الله باشد. اگر قبول کردن، در دوام حدیث میگه اگر قبول کردن بعد نمازشون. این چی میشود؟ این حالت رو آیا شما کم فکر کرده ایستین؟ آیا شما میدونید که چقدر این کسانی که شما سهراب عادلان رو گوش میکنین از پس میره، آیا میفهمه که خیانت کردن، میراثبر پیامبر میگیرن، میراثخوار رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیرن، شما میراثگر انبیا میگیرن، میفهمه که چقدر خیانت کرده ایستن در قولی در دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در دعوت تمام انبیا که الله سبحانه و تعالی گفت ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوت تمام رسولان علیه الصلاه و سلام گفت به قومشون انا این ما مبعوثشون کردیم که ان اعبدوا الله، بگن الله را یگانه عبادت کنید، واجتنبوا الطاغوت و از طاغوت اجتناب کنید. این به دعوت تمام رسولان علیه الصلاه و سلام. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله به پیامبر میگه ای محمد ما تمام رسولانی که پیش از تو فرستادیم وحی کردیم. وحی چی بود؟ وحی الله بر رسولان چی بود؟ که یگانه اله برحق بجز الله سبحانه و تعالی نیست، الله را یگانه عبادت کنند مردم. چرا شما پیامبر دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قسمت فقه گرفته بیان کرده ایستین و شما هم پیروان سهراب عادلان اطاعت کرده ایستین، ولی در اصل دین که انما عبادت های شما وابسته به همین اصل دین است و کفر به طاغوت است که قبول می شود، این قبول نکرده ایستین. افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. شما نیمی آیات الله را قبول مینن، ایمان میارین، نیمی دیگه است کافر شده رفتین. و شما دنیمش که اصل مسلمان شوی شما همینجا شما کافر میشین. الله سبحانه و تعالی میگه ادخلوا فی السلم کافه، داخل شین با پرگی در اسلام، داخل شین با امرهای الله سبحانه و تعالی با پرگی، نه که اینجاش با معقول باشد قبولش کنین، اینجاش قبول نکنین. والله چنگ بزنین به توحید. والله این خبیث سهراب عادلان اولی من زپس اکران میپرتم که چه مرا دلیل کرد. زندگی هم جشتگی بود وقتی که من این مسئله کفر به طاغوت گپ زدم، تق موشک گرفت، کامپیوتر قدم اول صدام زد، ها بله با دیگر کس پرینیمت کرد، من او دلیل کرد. الله لعنتش کنه. کتمان کننده حق، الله لعنتش کنه، دشنام کننده الله هست.
این سهراب عادلان دشنام کننده الله است. الله را دشنام میکند. والله طبق حدیث قدسی الله را دشنام میکند. این خبیث به الله شرک آوردگی است. شرک جایز دانسته است. حق الله را دیده و دانسته پایمال کرده است. از حق پیروی کنین، چنگ بزنین به قرآن و سنت، بیاین رجوع بکنین، نفس خودتان را نجات بدین، نفس اهل و ولایت را نجات بدین، توحید آموزین، لا اله الا الله آموزین. یگانه نصیحت من به شما همینه، پیروی سهراب عادلان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله. جزاك الله خيرا شيخ أبو أسماء، بارك الله فيكم. برادر هو زاب صدورين. يا الله يا الله يا الله. الله سبحانه